امیر المؤمنین فرمود عمر که رفتم من بروزی نزد سرور که نقشی بوریا در تن نشسته دلی زارم بشور زان حال خسته بین کردم نزد سرور گریه زار چرا می گریی گفت آن شاهی ابرار می گفتم پادشاهانی گذشته بروی مسندی زرین نشسته شما سلطانی تختی هر دو عالم شما سلطانی تختی هر دو عالم مبارک تن بنقشی بوریازم. میگه یک روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن که نقشی بوریا در تن نشسته دلی زارم بشد زان حال خسته. میگه در بدن رسول الله صلی الله علیه و سلم در روی مبارک نقشی بوریا میگه نهاده بود. حضرت عمر گریه کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند چرا میگریی؟ گفت آن شاهی ابرار. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند چرا گریه میکنی یا عمر؟ حضرت عمر فرمودند که شما سلطانی تختی هر دو عالم مبارک تن بنقشی بوریازم. گفت شما آخی سروری کائناتین، شما رحمت للعالمین هستین، شما محبوب خدا هستین، شما خاتم الانبیا هستین. پادشاهان گذشته همه در روی تختهای زرین می نشستند، ولی که شما شاهی هر دو عالمین، دستگیر امتان با فضل خدا هم در این دنیا و هم در آخرت هستین یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. خوش نیست که تنی زیبای شما، تنی مبارک شما در روی بوریا باشد؟ چه حال است این شما را شاهی معراج که نعلینی تو بر فرق شهان تاج. می گفت حضرت شهید دنیاست و آنها که ما هستیم شاهی ملک عقبا. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و چی فرمودن؟ یا عمر جان گفت شاهایی که در روی تخت ها می نشینند، در روی کرسی ها، و شاهی همین دنیایند. خداوند مهربان به ما در آخرت بده. ما شاهی جنتیم گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خداوند برای ما شاهی جنت نصیب گردانه. امیران خواستند اعزاز دنیا، طلب کردیم ما از وصل مولا. به اهل الله نقشی بوریا خوب، براحت عاشقی دنیاست مرغوب. به حضرت بوریا باشد موافق، به ما و تو مغیلان است لایق. حضرت مولوی رحمت الله میگه که بچم به حبیب خدا صلی الله علیه و سلم که بوریا را برای خودشان انتخاب کردن، برای ما و شما مغیلان است. برای ما و شما باید در روی خار خواب کنیم. ما و شما باید در روی خار خواب کنیم، زیرا که رسول الله برای خود بوریا را انتخاب کردن. تنی خود را فکن در فقر و خاری، مناسب دیده در خانه و باری. فغان کن در رهی ازید جرسوار،
مزن خود را به شهدی دون مگسوار زی هر جا بوی عشق آید دوان باش زی داغی دل برنگی زعفران باش. حضرت میگه مزن خود را به شهدی دون مگسوار، یعنی میگه خطب شیرینی های دنیا همچون یک پشه یکی هر شیرینی را که میبینه میره و خودش میزنه یا هلاک میشوه و یا اینکه یک قطره که یک ذره که نصیبش میشوه، لیکن در آخرین دم عاقبتش هلاک شدن است. مثل همون پشه میگه نباش که همون یک شیرینی دنیا را وقتی که دیدی و راحتی دنیا را محبت دنیا را در قلب خودت مستحکم بکنی و خدا را فراموش کنی. زی هر جا بوی عشق آید دوام باش. در کجایی که یک عالم میبینی، یک شخصیتی میبینی که انشاءالله تعالی از خدا و پیغمبر در اوجه سخنرانی میشوه، زود حرکت بکن در بین همو. زی داغی دل برنگی زعفران باش. کجا حج میروی با کعبه دل، خدا با ما در خانه دل. همانگه یافت همان کی یافت مولا را زی دل یافت، کجایش از توافی آب و گل یافت. بیا در صبح دل دارم گذر کن، محقق یافتی جان را فدا کن. بیا با شخصیتانی باش که او صبحگاهان و شامگاهان پروردگارشان یاد میکنن، او سخن میکنن، سخنی او قلبی تر پاره میکنن، قلبی تر روشن میکند، ایمانی تر جوش میزناند. در صحبت این اهل باش، در صحبت مردان خدا باش که حضرت میفرماید صحبت مردی خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند.